گلکسی 56 تازه رسیده. ببینیم که چه تغییراتی به نسبت نسل قبلی داشته و چقدر ارزش خرید داره. ادامه ویدیو رو همراه من باش. تو بخش دوربین ها طراحی کاملا یه پارچه و یه تیکه شده و دور دوربین ها رو یه قاب فرا گرفته. سنسور اصلی همچنان 50 مگاپیکسله، یه اولتراواید 12 مگاپیکسلی در کنار یه سلفی 12 مگاپیکسلی، اما یه ماکرو 5 مگاپیکسلی هم داریم. به نسبت A55 تصاویر با وضوح بالاتر، جزئیات بیشتر و با کیفیت‌تری رو میتونه ثبت کنه، خصوصا توی بخش پورتری که واقعا عملکرد فوق‌العاده‌ای داره. تو بخش پردازنده با یه اگزینوس 1580 20 تا 30% به نسبت A55 که اگزینوس 1480 روش بود پرفورمنس بهتری رو بهتون میده. همین باعث شده که در مولتی تاسکینگ و تست گیمینگ سرعت بالاتر و عملکرد بهینه‌تری داشته باشه. و نکته مهم اینجاست، عملکردش سریعتر شده ولی مصرف باتری توی اگزینوس 1580 بهینه‌تره. توی A56 ظرفیت باتری همچنان 5000 میلی آمپر ساعته. به نسبت A55 ظرفیت هیچ تغییری نکرده ولی A56 45 واتی شده، یعنی ظرف 1 ساعت و 10 دقیقه میتونه 100% شارژ بشه که این باز یک مزیته که سوپر فست شارژ 45 وات روی A56 ساپورت میشه. صفحه نمایش 1/10 اینچ بزرگتر شده، یعنی 6.7 اینچ. 1900 نیتس شده. این باعث میشه که شما توی زیر نور خورشید به راحتی بتونید با صفحه نمایش A56 کار بکنید. به همین سادگی. فریم A56 همچنان از آلومینیومه ولی رو و پشت گوشی از گوریلا گلاس ویکتوس پلاسه. پشت یه کوچولو مقاومتر شده، یعنی به همراه گوشی میتونید 4 تا کلیدم تو جیبتون بذارید، ولی بهتره که این کارو نکنید. با اینکه مقاومت پشت گوشی بیشتر شده ولی من توصیه نمیکنم به همراه گوشی بدون قاب کلید تو جیبتون بذارید. کانفیگ پایه A56 با رم 8 GB تو بازاره ولی 12 GB رم هم داره. اگر گیم میزنی 12 GB رم خوراک خودته. اگرم استفاده نرمال از گوشی داری رم 8 GB کارتو راه میندازه. گوشی چون یه کوچولو نازک‌تر شده 15 گرم وزن خودش رو از دست داده و خیلی سبک‌تره. جمع بندی بکنیم، اگر اختلاف قیمت A56 با A55 اصلاً براتون اهمیت نداره، بهترین انتخاب عمرتونه. اما اگر بین A56 و S24 FE موندین، با اینکه سلیقه‌ایه، پیشنهاد من S24 FE. نظر شما چیه؟ زیر ویدیو برام کامنت کنید و منتظر تست گیم و بررسی دوربینش باشید.